خب هر صورت دوستان عزیزم تو با پیش میریم، همونطور با پیش میریم کم کم از این بازار سینمای یک بازار که دوستان از زیادتر خوراک فروشی است، از بولونی گرفته تا انواع و اقسام خوردنی، سوپ، فلافل، جیگر، یعنی کرای جیگر از دوستان ببینید روشا اصلا این پنجره رو نو گرفتن دوستان عزیز، چند ماه قبل پنجره نبود. این طرف هم نمیفهمم خودشان اتحادیه هم تو کار کرده که خوارزمی ها دست جمعی کردن. تمام دکان ها را یک دیزاین دارین دوستان عزیز، اگه متوجه باشین تمامشون یک دیزاین چوبی بسیار زیبا دارن. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی. این کل مردم این تو 6 تا دوستان عزیز یک قسم خنک است، یک قسم که کلگی دور داره، هر چیز دور جانشون جمپر پوشیدن. هر صورت دوستان عزیزم تو با پیش میریم، همونطور با پیش میریم کم کم از این بازار سینمای پامیر میخوایم بریم طرف بازار شاه دوشمشیره دوستا. خریدار از پشت من که از طرف بریم که سوی که یک فرصت هست. پول کلینیک مرکزی وزارت صحت شفاخانه مرکزی دوستان عزیز فکر کنم میره میگن نه اگر اشتباه نکنم در کابل دامه رختی ریاست هم همیشه هست. بازار لبن فروشه دوستان عزیز خوب مدل گرم است. ما دوستان عزیز شاه دوشمشیره بازاره که همیشه های دوشمشیره هم دوستان یک بازاره که خوب است، در ضمن نزدیک که میوه های بسیار تازه درجه پیدا میشه. بازاره که متنوع است، صدای از یا چقدر زیاد از دوستان. Labu. یک بازار که دوستان از زیادتر خوراک فروشی است، از بولونی گرفته تا انواع و اقسام خوردنی، سوپ، فلافل، جیگر، یعنی کرای جیگر از دوستا ببینید. ببین که بریم دیگه دوستان، این هم دوستان از مقبره همون شاه دوشمشیره هست که آرامگاه جناب حضرت قیس ابن حضرت عباس رضی الله عنه مشهور به جناب شاه دوشمشیره و اینجا هم
کبوترک هاست دیگه دوستان عزیز که در تصویر رو میبینین. کبوترک ها بسیار من خوشم این دوستان عزیز. نماد کابل اینمی هستن، نماد زیبایی فرهنگ و فرهنگ اسلامی این کبوترها و اینمی مسجد است. اینی مسجد دوستا نماد زیبایی کابل اینمی مسجد و اینمی کبوترها هست دیگه. اینجا برشان دانه فروختن میشه دوستان عزیز. دانه میندازن، مردم میاین میخرن دانه میندازن. عکاسا هم هستن عکس میگیرن. اینجا جای عکس و گفتم یکان جایی دیدین دوستان از کشورهای خارجی ما در بسیاری از کتابا خواندیم جاذبه های توریستی کشورهای مختلف مثلا نه جاذبه های توریستی ایجا اوجا از افغانستان هم اینمی یکی از جاذبه های توریستیش هست دوستان عزیز. توریستی یعنی همون سیاحتی دیگه. هر کس که از خارج از کشور بیاید فکر نکنم بدون دیدن از اینجا و یک گرفتن عکس یادگاری از جبرا. البته دوستان فکر نکنم هیچ افغان هم باشه که از این عکس یادگاری نداشته باشه. البته افغانایی که آمدن کابل و در کابل زندگی میکنن فکر نکنم که هیچ عکس از اینجا نداشته باشن. شما چطور دوستان عزیز عکس دارین از این قسمت یا نه؟ در هم دست فروش ها هستن. این پنجره رو نو گرفتن دوستان عزیز. چند ماه قبل پنجره نبود. این طرف هم نمیفهمم خودشون اتحادیه هم تو کار کرده که خود از امیا دست جمعی کردن. تمام دکان ها را یک دیزاین دارین دوستان عزیز که متوجه باشین. تمامشون یک دیزاین چوبی بسیار زیبا دارن. اون طرف هم دوستان عزیز تیمورشاهی است که منارهش کم کم توجه همون حالا معلوم میشه. گنبدش وجه منار ندارم گنبدش دوستان و همچنین مناره شهید فرخنده که یکی از خاطرات بد و تلخ افغان ها در تاریخ و فرهنگشون همین فرخنده بود که بناحق و با حرفای ناق و اینا به شهادت رسید و منارش همیجا است. همیجا میگن آتش زدن شه دیگه. همیجا به یادش باز منار آباد شد. یک گپ از دوستان عزیز میگه پشیمانی چه سود. هر کار رکنم باید میکنه فکر کنه دیگه کنه احساساتی نشه آدم و اگر نره بعدش باز منار ساختن و اینا هیچ فایده نداره. خب دوستان عزیز انشالله که ویدیو خوشتون اومده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همیتونه والله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همیتان. میدانم دیگه منافقت